7 ویژگی تیپ شخصیتی INFJ. INFJ یکی از نادرترین تیپ‌های شخصیتی در تمام جهان هستش. INFJ مخفف درونگرایی، بینش، احساسات و قضاوته. این تیپ شخصیتی یکی از نادرترین تیپ‌های شخصیتی 16 گانه مایر بریگزه. جالبه بدونید که فقط 2% از تمام جمعیت کره زمین این تیپ شخصیتی رو دارند. آدمایی که این تیپ شخصیتی رو دارند دارای ویژگی هایی هستند که باعث میشه تا اونا رو از بقیه افراد متمایز کنن. این افراد بسیار مرموز و از نظر عاطفه و احساسات بسیار باهوش هستند. گاهی اوقات هم از اونا میتونیم به عنوان یک مدافع حقوقی یا یک مشاور قوی استفاده کنیم. ممکنه فکر کنیم که درباره این تیپ شخصیتی اطلاعات کافی و به اندازه ای رو داریم. اما باید بگم که خیلی از ماها این تیپ شخصیتی رو کاملا اشتباه درک کردیم. بنابراین اگه دوست دارید تا بیشتر با این تیپ شخصیتی نادر آشنا بشید، بهتره تا پایان این ویدیو همراهمون باشید. ویژگی شماره 1. INFJ ها دارای طول موج‌های متفاوتی هستند. منظور از طول موج متفاوت اینه که این دسته از افراد نمیتونند به راحتی احساسات درونی خودشون رو به دیگران منتقل کنند. INFJ ها بسیار درونگرا هستند. عامل اصلی درونگرایی اونا اینه که نمیتونند خیلی راحت احساسات درونی خودشون رو بروز بدن. شهودی که INFJ ها دارند باعث میشه تا خیلی راحت الگوهای طبیعی انسانها رو پیش بینی و درک کنند. همین موضوع سبب شده تا INFJ ها نسبت به بقیه مردم حس ششم قوی تری داشته باشند. اما از اونجایی که توضیح احساسات درونی در INFJ ها خیلی سخته، بنابراین برخی از مردم احساس می‌کنند که این گروه از افراد منزوی و غیر اجتماعی هستند. ویژگی شماره 2. INFJ ها افرادی کمالگرا هستند. یکی از بزرگترین ترس هایی که INFJ ها همیشه باهاش مقابله می کنند ترس از شکست خوردنه. اونا بسیار کمالگرا محسوب میشن. اگه قرار باشه تا یه INFJ کاری رو انجام بده، تمام تلاشش رو میکنه تا اون کار رو به بهترین حالت ممکن انجام بده. به خاطر همین خیلی وقتها از ترس شکست خوردن اصلاً اون کار رو انجام نمیدن تا یه وقتی شکست نخورن. در صورتی که اونا میتونن همون کار رو با کمترین تلاش ممکن و خیلی راحت انجامش بدن. به طور کلی INFJ ها میونه خوبی با انتقاد ندارن. اما اگه کسی از اونا تعریف کنه لذت میبرن. نکته‌ای که وجود داره اینه هر چقدر که سن این افراد بیشتر میشه، کمالگراییشون کاهش پیدا میکنه و بیشتر تلاش میکنن تا با ترس‌هاشون مواجه بشن و روی اعتماد به نفسشون کار کنند تا به اهداف بزرگشون برسند. ویژگی شماره 3. INFJ ها برای زیبایی و کیفیت اهمیت زیادی قائلند. زیبایی و کیفیت جزء مهمترین چیزهایی هستند که INFJ ها ترجیح میدن تا همیشه اونا رو توی زندگیشون حفظ کنند. برای این تیپ شخصیتی مهمه که چیزایی که داخل زندگیشون وجود دارند از کیفیت و زیبایی خوبی برخوردار باشند. مثلا بهترین مواد غذایی رو انتخاب می‌کنند و باید این مواد غذایی کیفیت خوبی داشته باشند. یا اینکه لباس زیبایی می‌پوشند.
اونا ترجیح میدن تا به جای اینکه یک کمد پر از لباسهایی با جنس متوسط داشته باشند، چند تا لباس شیک و با کیفیت عالی داشته باشند. برای INFJ ها زیبایی منبع الهام بخش و آرامش بخشی هستش. به طور کلی INFJ ها کیفیت را فدای کمیت نمی کنند. ویژگی شماره 4. INFJ ها افرادی با روحیه‌ای بسیار گرم هستند. تا حالا شده داخل یک وسیله نقلیه عمومی کنار یک غریبه‌ای بشینید؟ به طور کلی خیلی از ما ترجیح میدیم تا از نشستن کنار افراد غریبه جلوگیری کنیم و علاقه‌ای نداریم که اطلاعات شخصی خودمون رو با غریبه ها به اشتراک بذاریم. اما یکی دیگه از ویژگی های غیر معمول INFJ ها با بقیه مردم همین موضوع هستش. اطراف افرادی با این تیپ شخصیتی یک حاله وجود داره. همین حاله باعث میشه تا دیگران با افرادی با این تیپ شخصیتی احساس راحتی خوشایندی داشته باشند. این موضوع اصلا غیر معمولی نیستش. مردم علاقه زیادی به بودن داخل جمع این افراد دارن، چون در آرامش دادن و انتقال احساس خوب به مردم خیلی خوب عمل میکنند. نه تنها اونا افرادی بسیار قابل اعتماد و جذاب هستند، بلکه میشه گفت INFJ ها شنوندگان خیلی خوبی هم به شمار میاد. اونا با زبونی خیلی ساده صحبت میکنند به طوری که همه بتونن مفهوم حرفشون رو بفهمند. ویژگی شماره 5. INFJ ها درک بسیار بالایی نسبت به دیگران دارند. INFJ ها خیلی خوب میتونند احساسات بقیه رو درک کنند و انگیزه که داخل ذهنشون هستش رو طی چند ثانیه بفهمند. برعکس، درک کردن INFJ ها کار نسبتاً سختی هستش. این موضوع چندان ویژگی خوبی نیستش، چون همونطور که بقیه رو درک میکنیم دوست داریم تا بقیه هم عواطف و احساسات ما رو درک کنند. اما برای INFJ ها همچین چیزی صدق نمیکنه. علاوه بر این که INFJ ها قدرت بالایی در درک احساسات افراد دارند، اونا خیلی خوب میتونند به اعماق ذهن افراد نفوذ کنند و افکار اونا رو شناسایی کنند و بفهمند که چه چیزی باعث میشه تا اون فرد منحصر به فرد باشه. اونا اغلب میتونن به راحتی تشخیص بدن که کی داره بهشون دروغ میگه یا حتی کی داره به خودش دروغ میگه. ویژگی شماره 6. INFJ ها میتونن احساسات دیگران رو به خودشون جذب کنند. از دیگر ویژگی هایی که میتونیم برای INFJ ها صحبت کنیم اینه که اونا میتونن خیلی راحت احساسات بقیه افراد رو به خودشون جذب کنند. اگه اطرافیان اونا خیلی هیجان زده بشند، مثلا در حین بازی فوتبال که یهویی همه هیجان زده میشند، امکان این که INFJ مد نظر ما هم هیجان زده بشه خیلی زیاده. یا اینکه کسی در اطرافشون استرس یا اضطراب شدیدی داشته باشه، ممکنه شخص مد نظر ما هم اضطراب بگیره. به خاطر همین درک احساسات قوی در صورتی که کسی مشکلی داشته باشه یا استرس و اضطراب زیادی رو متحمل بشه، INFJ ها خیلی خوب میتونن اونا رو درک کنن و سعی کنن شخص مورد نظر رو در سریع ترین حالت ممکن آروم کنند. ویژگی شماره 7. INFJ ها میتونن صمیمیت عاطفی عمیقی رو ایجاد کنند. اگه برای اولین بار با یک INFJ برخورد داشته باشید، ممکنه به نظر کمی مرموز و درونگرا باشند. اما اگه سعی کنید تا رابطتون رو با اونا ادامه بدید، متوجه میشید که اونا با دیگران رابطه بسیار خوبی رو از خودشون نشون میدن و به مرور زمان خود واقعی اونا رو میبینید. این که اونا کمی مرموز و درونگرا به نظر میرسن بیشتر به طرف مقابلشون بستگی داره.
اگه طرف مقابلشون آدم مورد اعتمادی باشه و رابطه صمیمی با INFJ ها داشته باشه، میتونه رابطه عاطفی بسیار قوی رو با اونا تجربه کنه.